سرخط مهمترین خبرها در دوشنبه پنجره تریزا و کاندیسیونرها را میکنند. رستم یتیموف دروازه‌بان تیم منتخب تاجیکستان جراحت برداشته است و قرب دلار در تاجیکستان چرا یک بار پس شد؟ درود بینندگان عزیز، هفته نو را برای شما شاد باش میگویم. برنامه نویدی بامدادی است با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان. امروز 21 اپریل سال 2025 است. شهردار دوشنبه با ارسال یک آگاهینامه از ساکنان پایتخت طلب کرده است که پنجره تیره‌ها و سردکنک یا کاندیسیونرها را برچینند. در نامه ریاست نظارت ساختمان شهرداری به ساکنان ناحیه فردوسی از روز 17 اپریل آمده است. شما را عهدهدار می‌نمایم که کاندیسیونرها و پنجره‌های در نمای بنا نصب شده را برطرف نمایید. در نامه ذکر شده است که برچیدن پنجره و سردکنک‌ها با دستور رئیس شهر دوشنبه عملی می شود. نمایندگان اداره نظارت ساختمان در دوشنبه نگفتند که در صورت نکندن پنجره تیره‌ها ساکنان را چه انتظار است. برچیدن پنجره‌های آهنین از بلند آشیانه‌های دوشنبه از اول امسال آغاز شده بود. مقامات میگویند که هدف از برچیدن پنجره‌های آهنین بهتر کردن سیمای شهر است، اما ساکنان پایتخت میگویند که این پنجره‌ها برای بخطری و ناافتیدن کودکان به پایان مهم است. بینندگان عزیز، نظر شما به این موضوع چیست؟ لطفاً در زیر برنامه نویسید. پلیس دوشنبه به نوار بستن 2 کودک در خانه واکنش کرده، گفت نسبت والدین آنها چاره‌های قانونی می‌اندیشد. روز 19 اپریل نوار به شبکه‌های اجتماعی راه یافت که در آن دیده می‌شود 2 کودک را در خانه محکم کردند. در این ویدیو که ظاهراً از سوی همشیره طبی در یک خوابگاه ثبت شده است دیده می‌شود که یک کودک در گهواره و دومی را با رسمان بستند. همشیره طبی محله در این ویدیو می‌گوید که این بار چندم است که والدین این 2 کودک فرزندان خود را در خانه بسته به کار می‌روند. گفته مؤلف نوار، پدر و مادر این کودکان در اداره نگهداری راه یا دیو کار میکنند. این نوار واکنش‌های زیاد را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد. ریاست کارهای داخلی دوشنبه 20 اپریل در خبرنامه نوشت والدین این کودکان را پیدا کرده است و آنها نورعلی خان منگیبایی 58 ساله و شهنازه قربانوی 32 ساله هستند. نظر این افراد درباره قضیه معلوم نیست. در خبرنامه رسمی آمده است که این پدر و مادر در تربیت فرزندانشان به مسئولیت ظاهر نمودند. پلیس دوشنبه گفته است که با نظرداشت حالت واقعی زندگی افراد نامبرده نسبت این والدین چاره‌های دخلدار اندیشیده خواهد شد، اما مقامات درباره وضع زندگی این افراد و مجازات آنها جزئیات ندادند. رستم یتیموف دروازه‌بان تیم رستاو روسیه و منتخب تاجیکستان در جریان بازی با تیم فکل جراحت برداشته است. رقابت روز 20 اپریل برگزار شد. در قسم دوم بازی رستم یتیموف توپ را از هوا داشته گرفت ولی به فوتبال بازی دسته رقیب برخورده با سرش به زمین زد. یتیموف در میدان بازی از هوش رفت و تنها با کمک پزشکان به خود آمد. ورزشکار تاجیک را به بیمارستان بردند و دیرتر تلگرام کانال تیم رستاو نوار رستم یتیموف را نشر کرد. در این ویدیو یتیموف همدستانش را به غلبه بر تیم فکل تبریک کرده گفت روز 26 اپریل مخلصان را در بازی با دسته لوکوموتیو انتظار است. ویتالی کفانوف مربی تیم رستاو به رسانه‌های روسی گفته است منتظر خلاصه پزشکان درباره وضع سلامتی رستم یتیموف هستند. یتیموف 26 سال داشته، یکی از فوتبالبازان شناخته تاجیک بوده. از سال 2019 دروازه‌بان اساسی تیم منتخب تاجیکستان است. او قبلا در تیم استقلال برآمد می‌کرد و سال 2024 به تیم رستاو گذشت. روسیه و اوکراین دور نو تبادل اسیران را انجام دادند. وزارت دفاع روسیه خبر داده است که مسکو و کیف از روی فرمول 246 بر 246 اسیران همدیگر را عوض کردند. این خبر را تلگرام کانال نشریه خود هم نشر کرده است. به گفته وزارت دفاع روسیه 31 نظامی مجروح اوکراینی در مقابل 15 سرباز زخمی شده به کیف سپرده شدند. میانروی این تبادل اسیران امارات متحده عرب بوده است. پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی هم عوض کردن اسیران با روسیه را تصدیق کرد. او نوشته است 277 نظامی اسیر شده اوکراین به خانه برگشتند. در میان آنها سربازان گوارد ملی اوکراین و مرزبانان بودند. زلنسکی نوشته است که آنها ماریوپول، منطقه دونتسک، خرسون و زاپاروژه را حمایت می‌کردند. طبق معلومات رئیس جمهوری اوکراین از زمان تجاوز روسیه به خاک این کشور، کیف 4552 شهروندی به اسارت افتاده خود را برگردانده است.
در تاجیکستان دو نمایندگی به دادن حجت برای مهاجران افغانستانی مشغولند. بعضی پناهندگان افغانستانی مقیم تاجیکستان میگویند که حجت‌های خود را از کنسولگری افغانستان در خاروق میگیرند. کنسول افغانستان در خاروق پیشتر اعلام کرده بود که از حکومت طالبان اطاعت میکند. در عین زمان سفارت افغانستان در دوشنبه هم زیر نظارت سفیر حکومت پیشین این کشور کار میکند. چرا این دو خوراگی وجود دارد؟ ارشاد سلیمانی و برات یوسفی در همین باره گزارش میدهند. ثریا هاشمی یک مهاجر افغانستانی مقیم تاجیکستان که دو فرزند ملول دارد در یک سوختار منزل اجاره‌اش در ناحیه رودکی تمام حجت و اسنادش را از دست داد. با وجود فعال بودن سفارت حکومت پیشین افغانستان در دوشنبه برای برقراری اسنادش به کنسولگری افغانستان در خاروق مراجعت کرد. یکی از می دوستا نمره تلفن دهقانزاده صاحب داد. باز بعد دهقانزاده صاحب زنگ زدیم، با دهقانزاده صاحب گفت که حالا ما میاییم. باز آمدن همیجا عکسای بچهای میاییم گرفتن. باز خیلی زود چی ما را آوردن، پاسپورت ها را آوردن، فقط تذکرای ما نشد که بیارن. اگر از قنصلی دهقانزاده بگیریم از وا اگه اعتبار نمی داشت پاسپورت هم چی رقمی آمد، اما بود که صاحب پاسپورت کردن. این دلیلش که سفارت نتونستی گفته چی بود؟ من نمیفهم، شاید ارزش نداشته باشه چی رقمی. پس از دوباره به قدرت رسیدن حرکت تندروی طالبان در سال 2021 تاجیکستان برخلاف همسایه‌های دیگری خود در آسیا میانه سفارت افغانستان را در دوشنبه حفظ کرد. سفارت افغانستان در دوشنبه هنوز در اختیار سفیر حکومت پیشین این کشور در تاجیکستان محمد ظاهری اغبر است. هرچند طالبان بارها اعلان کردند که این سفیر و این سفارت از آنها نمایندگی نمی کند و اسناد و مدارکی را که این سفارت می دهد پیش آنها اعتبار ندارد، اما ظاهری اغبر خود را سفیر و نماینده سیاسی مردم افغانستان در تاجیکستان می داند. همچنین محمد ظاهری اغبر از سوی حکومت تاجیکستان به محفل و مجلس های رسمی دعوت می شود و در قطار سفیران دیگر در جلسه های رسمی تاجیکستان حضور پیدا می کند. همچنین در بینای این سفارت مکتب سامانیان لیتسی برای فرزندان مهاجرین و پناهندگان افغانستان نیز فعال است. در برابر این سفارت در تاجیکستان کنسولگری افغانستان در خاروق اعلان کرده است که زیر حاکمیت طالبان عمل می کند و از حکومت این گروه در تاجیکستان نمایندگی می کند. در چین بار اول نسل نو علاقه 10G راه اندازی شد. شرکت هواوی و چاینا یونیکوم نسل نو علاقه 10G را در ولایت هبی نزدیک به شهر پکین فعال کردند. سرعت بارگیری در این دستگاه 9834 مگابیت در ثانیه است. مهلت انتظاری کمتر از 1 ثانیه گفته می شود. به حالت ماه ینور امسال در چین زیاد از 4 میلیون اسکاهای بازوی نسل 5G فعال است. در یگان کشور دنیا این مقدار اسکاهای بازوی نسل 5G نیست. سرعت پس اینترنت در تاجیکستان یک از شکایت‌های همیشگی کاربران است. چند سال پیش خدمات علاقه تاجیکستان خبر داده بود که از چین خط اینترنت می‌آورند، اما بعداً معلوم نشد که این کار به کجا رسید. بخشی از روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 21 اپریل را فرا می‌گیرد. 21 اپریل سال 1929 در دهه هایت ولایت غرب تاجیکستان شوروی سه معلمه جوانی که در مکتب‌های نوساخت شوروی سواد می‌آموزانیدند برای دستگیری حکومت شوروی به قتل رسانیده شدند. سندهای رسمی میگویند که کشتار معلمه‌ها اولنبی، سیرنبی و چلبیبی ختم کرده های کورس یک ساله محو بیسوادی است جانب دسته فوزایل مخصوم انجام شده است که از ناراضیان حکومت شوروی بود و برای مقاومت با حکومت کمونیستی از افغانستان به غرب گذشته بود. قتل معلمه های هایت رو حکومت شوروی چون رمز وحشانیت طرفداران امارت یادآوری می شد.
21 اپریل سال 1936 در شهر کلوب تئاتر مضحکه و موسیقی تأسیس شد که بعداً با آن نام شاعر سعید علی ولیزاده گذاشته شد. این درگاه هنر و فرهنگ در برابر تشکیل کنسرت و هنرنمایی‌های گوناگون نمایشنامه‌های کسبی مثل اسپکتاکل دوخونده از روی اثر استاد صدرالدین عینی را به صحنه گذاشته است. 21 اپریل سال 2015 در 49 سالگی کارگردان معروف و یکی از پرمحصولترین فیلمسازان تاجیک بختیار خداینظرов درگذشت. ختم کرده دانشکده کینماتوگرافی شوروی در مسکو با فیلم برتن نامدار شد. با شیوه نو و غیر عنعنوی و تخیلی فیلم می‌ساخت. فیلم قاش به قاشش سال 1993 در جشنواره ونیتسیا جایزه شیر نقره را برد. پدری مهتابی از معروفترین فیلم‌های ساخته خداینظرов است که چندین جایزه بین‌المللی گرفته است. دوام 2 روز گذشته قرب دلار آمریکایی در برابر اسعار ملی سامان به طور نظر از پایان رفته است. روز 18 اپریل قرب رسمی $100 آمریکایی در بانک ملی تاجیکستان به 1081 سامان برابر بود، اما صبح امروز 21 اپریل $100 در بانک ملی 1071 سامان ارزش دارد. قرب دلار در بانک تجارتی تاجیکستان از این هم پستر است. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان $100 آمریکایی تا 1059 سامان ارزش دارد. 1000 روبل روسی باشد به 134 سامان برابر است. این هم قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای 21 اپریل. بینندگان عزیز، به پایان برنامه نویدی بامدادی رسیدیم. تشکر که با برنامه‌های رادیوی آزادی هستید. منتظر نظر و پیشنهادهای جالبی شما می باشیم.